یه جانداری هست تو رژیم به نام آخوند موحدی کرمانی. بعضی میگن اصلی ترین کارکرد وجودیش به چالش کشیدن کسانی است که معتقدن دایناسورها منقرض شدن. امام جمعه شدن این جانور در تهران خودش از علائم قطعی خوردن کفگیر خامنه‌ای به ته دیگه. خطبه‌هاش در واقع سوتی بازارن هر کدوم برای خودشون. من ناچارم به خاطر رعایت اختصار فقط به 2 تا از مواردش که این هفته بود اشاره بکنم، ولی خب در طول خطبه فراوون از این موارد داره. یکی طرح فوق‌العاده بدیع این آخوند مومیایی در مورد حجاب اجباری و در مورد اون چیزی است که آخوندهای خمینی صفت بهش میگن بدحجابی. طرحش به قول اهل کامپیوتر مالتی مدیاست، یعنی از CD تا چماق همه رو با هم سرجم میکنه. بسیار ارزشی وزارت ارشاد تهیه کند و در اختیار همه مردم قرار دهد. مغازه‌دار این CD رو باز کنه، از اون لحظه ای که در مغازه رو باز میکنه این CD فعال بشه. تا در مغازه است این CD، این نوار پخش بشه. شما ببینید چه اثری خواهد گذاشت وقتی یه بدحجاب بیاد وارد بشه به یک خیابانی، خیابان فرعی و به بازار، هر جا ببینه پر شده از این فریاد که خانم حرمت خون شهدا را حفظ کن، خواهرم جامعه رو آلوده نکن، خواهرم پوشش رو مراعات کن. مرتب این فریاد از مغازه ها بلند باشه. فرهنگ ما به کلی از این وضع بدی که الان بدحجاب ها دارند تغییر کند. بله، بعد از این راه حل ابتکاری که نبوغ و خلاقیت همینطوری ازش چکه میکنه، برای اینکه صحنه دیپلماسی رو هم بی نصیب نگذاشته باشه، یه طرح هم داد برای مذاکرات با 5+1 یا همون مراسم زهرخوران خامنه‌ای. البته هنوز دقیقاً روشن نیست که این طرح از کجای کلش داده بیرون، ولی به هر حال راهنمود میده به فرستادگان رژیم یا در واقع وارد کنندگان جام زهر. فرصت خوبی هست که آقایان از زیبایی‌های انقلاب اسلامی رو به دنیای غرب نشون بدن، بگن، فقط اکتفا نکنن فقط به مسئله مذاکره هسته‌ای. در جنب این مذاکره زیبایی‌های انقلاب اسلامی رو هم برای اونها تشریح کنن. بله، با توجه به اینکه ممکنه زیبایی‌های نظام خیلی زیاد باشن و توی یک دور مذاکره نشه همشون رو نشون داد، یه سری پیشنهاد کردن که عکس خود همین یارو رو به عنوان یکی از نمونه‌های زیبایی در نظام نشون 5+1 بدن تا حساب کار دستشون بیاد. زیباترین چیزی که تو جهان هست چیه؟ زیبایی تو ریش امام خلاصه شده. نخواستی بیا نزدیک، همینجا هست. آقای صادقی ریششو نگاه، به ریشش میگفت عروس خاورمیانه و اینا و اونا. زیباترین کلمه ولایت فقیه. البته ببخشید آقای صادقی، کلمه آقای صادقی که سر جای خودش قرار داره و همین کلمه ولایت فقیه زیباییش با و شروع میشه مثل و، آخرش با ه تموم میشه مثل هوش و هوش تو و اینا. صدای قشنگ آقای مجیب، ببخشین تا صدای قشنگ میخوان، صدای مقام عظما سر مسئله انرژی هسته‌ای بسیار زیباست. اگه میشه پخش کنن؟ اگه اهل قصه نیستی ای که